میگن انسان از وقتی حرف زدن رو یاد گرفت انسان شد، ولی شاید حقیقت یه جور دیگه باشه. شاید وقتی اون انسان حرف زدن با خودش رو یاد گرفت تازه انسان شد. صداهای بیرون که همیشه بودن، زوزه باد، غرش حیوانات، ریزش کوه، رعد و برق و هزاران صدای دیگه، اما یه روز یه صدا بلند شد، صدایی که نه گوش میشنیدش و نه دهان میگفتش. یه صدا از درون، یه نجوا، یه پرسش، یه زمزمه. و از اون لحظه سکوت دنیا برای همیشه شکست. سلام، من یونس هم، اینجا کانال آرتیسانه. تو این کانال میخوایم راجع به قصه ها صحبت کنیم و این قسمت سکوت دنیا. بریم که با هم سری به قصه انسانی که با خودش حرف زد بزنیم. تصور کنید انسانی رو که برای اولین بار گفت چرا، نه برای بقا، نه تا برای خطر، برای معنا. از اون لحظه به بعد جهان دیگه یه جنگل نبود، یه آینه شده بود. از اون روز انسان دیگه فقط چیزها رو نمیدید، بلکه خودش رو هم میدید. و این تولد اولین گفتگو بود، گفتگویی بین من و خودم. خیلی وقتا این برداشت وجود داره که صدای ذهنیمون از اول با ما بوده. نه، نبوده. این صدا نتیجه هزاران سال رویا، ترس، حسرت، امید و در نهایت تکامله. مثلا شاید اولین انسان‌هایی که از آتیش ترسیدن با خودشون حرف زدن تا دیگه نترسن. شاید با خودشون گفتن نمیترسم، میتونم، یا من باید فرار کنم. این حرفهای درونی فقط صدا نبودن، شکل خامی از تفکر هم بودن. با این کلمات انسان ذره ذره، قدم به قدم از حیوانات دورتر شد و با گذشت سالها این گفتگوی درونی تبدیل شد به جهانی مستقل، جهانی در درون ما، جایی که همیشه یه صدا وجود داره. حتی وقتی همه دنیا ساکته، یه صدایی هست که با همون بحث میکنه، قانعمون میکنه، سرزنشمون میکنه و حتی گاهی دلداریمون میده و البته گاهی فقط تماشامون میکنه، مثل یه شاهد خاموش. اما این صدا کم کم شکل عوض کرد. حالا بعد گذشت هزاران سال ما اسم این صدا رو گذاشتیم فکر. اما فکر یه اسم قشنگ برای یه چیز ترسناکه، چون همونطور که ما با خودمون حرف میزنیم گاهی هم از حرف زدن با خودمون فرار میکنیم. این گفتگو و حضورش یه هدیه بود، اما کم کم پای تنهایی هم به میون اومد. چون وقتی صدای درونیمون بیدار میشه دیگه هیچ سکوتی خالص نیست، چون حتی وقتی از همه دوریم هنوز یکی هست که داره مدام با همون حرف میزنه. گاهی مهربونه، گاهی بیرحمه، گاهی میگه تو میتونی و گاهی میگه هیچ ارزشی نداری. اون صدا هم ماست هم دشمن ماست و شاید به خاطر همینه که ما خیلی وقتا دنبال جاهای پر سر و صدا میگردیم، شبکه‌های اجتماعی، موزیک، جاهای شلوغ، حرف زدن‌های بیوقفه. البته نه برای برقراری ارتباط، برای فرار از اون گفتگوی قدیمی با خودمون. چون اگه فقط یک لحظه سکوت کنیم اون صدا دوباره برمیگرده و میپرسه داری چی کار میکنی؟ این همه دویدن برای چیه؟ واقعا خوشحالی؟ و ما میترسیم، از جوابش میترسیم، گاهی به خاطر ندونستن جواب و گاهی هم به خاطر جواب وحشتناکش میترسیم. اما اگه شاید فقط جرأت کنیم و ترس رو کنار بذاریم و دقیق گوش بدیم، اون صدا دیگه فقط سوال نپرسه، راه رو هم نشون بده. آخه اون صدا همون خرد بی کلمه است که از دوران غار با همون اومده، همون حسیه که وقتی یه کار اشتباهی میکنیم ته دلمون رو میلرزونه، حتی اگه هیچ کس نفهمه. ولی اون صدا صدای وجدان نیست، صدای آگاهیه، صدای معلم درونیه، معلمی که وقتی یه کار اشتباهی میکنیم آروم توی ذهنمون میگه این درست نبود،
این صدا فقط ناشی از تربیت یا ترس اجتماعی نیست، اون ادامه همون مکالمه کهنه است که حالا دیگه تو ژن ما موندگار شده. یادگاری از یه انسانی که یه روز توی تاریکی با خودش حرف زد تا بیشتر بشناسه. بله، حق با شماست، این مکالمه یه روی دیگه هم داره. همونطور که میتونه خیلی مهربون باشه، میتونه شکنجهگر هم باشه. گاهی ذهن ما تبدیل میشه به یه اتاق بازجویی و اون معلم میشه یه بازپرس بیرحم و تو دادگاهش ما قاضی، دادستان، وکیل، متهم و شاهد خودمونیم و تو این دادگاه سکوت از هر فریادی دردناکتره و برای همین بعضیا سعی میکنن اون صدا رو خفه کنن، با کار زیاد، با سر و صدا، با مستی، با خنده های مصنوعی. اما اون صدا خاموش نمیشه، فقط آرومتر حرف میزنه و گاهی دوباره توی تنهایی یا وسط خواب یهو میپرسه یادت هست کی بودی؟ و دوباره شاید، فقط شاید جواب دادن به اون صدا همون کاری باشه که باید بهش بگیم زندگی. ما تمام عمر با خودمون گفتگو میکنیم، گاهی با مهربونی، گاهی با ترس، گاهی با امید، اما ما از این گفتگو مسیر میسازیم، تصمیم میسازیم، عشق میسازیم، هنر میسازیم. و حالا شما بگید آخرین باری که بدون ترس به سوالاتش جواب دادین کی بوده؟ حتما تو کامنت ها بنویسین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و در نهایت هر چیزی که امروز داریم یا داریم میسازیم یادگار همون لحظه است، لحظه ای که از اونجا شروع شد که یه انسان یه روز با خودش حرف زد و اگه خوب گوش بدیم اون صدا هنوز هم هست، نه بیرون از ما، نه تو آسمون، نه تو کتاب ها، بلکه تو خودمون. همون جایی که افکار به سکوت میرسن و سکوت به معنا، همون جایی که دیگه نمیخوایم ازش فرار بکنیم، همون جایی که برای لحظه‌ای دوباره تبدیل به همون انسانی میشیم که گفت من هستم. و شاید همین راز ما باشه، اینکه هر کدوم از ما یه گفتگوی ناتمومیم، یه پرسش زنده، یه فکر نیمه تموم. و شاید تموم هنر و عشق و فلسفه و ادبیات تلاشی برای تموم کردن این گفتگو باشن، گفتگویی که با اولین انسان شروع شد و هنوز ادامه داره در ذهن من، در ذهن تو، در ذهن هر انسانی که هنوز میپرسه من کیم. در پناه قصه.